برنامه ما این هست که امسال ما بین 10 تا 15% افزایش حضور زائرین رو خواهیم داشت. از همه استان‌ها و کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، هند، بحرین و کویت ما میزبانشون هستیم. عقدت المديرية العالية للحرم الرضوي الشريف مؤتمرا صحفيا لتعيين برنامج الخاص للعشرة الأخيرة من شهر صفر. أكد رضا خوراكيان المدير العالي للحرم الرضوي الشريف أنه سوف نتوقع ازديادا للزائرين بالنسبة للسنة الماضية بمقدار 10 إلى 15%. رضا خوراكيان، ما هي برامجكم الخاصة للعشرة الأخيرة من شهر صفر للزوار الغير إيرانيين خاصة الزوار العرب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از عزیزترین زائرین ما در دهه آخر صفر زائرین عزیز عرب زبان هستند که تشریف میارن. ما مجموعه هایی رو از حرم مطهر اختصاص دادیم به این عزیزان. صحن قدیر و رواق دارالرحمه و دارالمرحمه رو ما اختصاص دادیم به این عزیزان. 7 کتاب و محصول فرهنگی ویژه دهه آخر صفر تهیه شده. مسابقاتی است به زبان عربی، برنامه‌های سخنرانی و مداحی با استفاده از عزیزانی که عرب زبان هستن رو ما اینجا داریم. بعضی از برنامه‌ها هم ما می‌خوایم همه ملیت‌ها و قومیت‌ها همه با هم باشن، عرب، فارس، ترک، همه در کنار هم دیگه. ما برنامه‌ای رو انشالله در شب شهادت از رضا علیه السلام داریم که البته به زبان‌های مختلف در یک برنامه ارائه خواهد شد. بعضی روزها تا 10 زبان ما برنامه داریم. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما می‌خوایم زمینه رو فراهم کنیم، خودشون عزیزان بیان همون برنامه‌ای که می‌خوان از افرادی که دوست دارن رو اینجا ببینن و همون برنامه اجرا بشه. در خدماتی که مثل مهمان سرای حضرت هست، بنا این هست و ما تلاشمون اینه که همه زائرین عرب زبان ما از مهمان سرای حضرت بهره مند بشن و اولویت در مراکز خواب و درمان و سایر خدمات قرار دارن. المتوقع أن يتراوح عدد الزوار بين 7 مليون إلى 7 مليون و300 ألف زائر خلال العشرة الأخيرة من شهر صفر، فالعتبة الرضوية المقدسة ستستقبل هذا الكم الكبير من الزائرين بكل جهودها.